به نام خدا. دوستان جان، داستان امشب ما پادشاه هوسبازی که عاشق زن شوهردار شد. محمود نجار قصه ما یک چوب تراش بود. زندگی خوبی داشت، همسرش رو دوست داشت، خونه روزگارش رو دوست داشت. وقتی از سر کار می اومد می دونست که خونه آراسته و تمیزه، غذا آماده است. به خونه که می اومد از صفای خونه استفاده می کرد، از عشق و مهربانی همسرش لذت می برد، غذا می خورد و رفع خستگی می کرد. دوباره با سرخوشی برمیگشت سر کارش. زن محمود نجار نه تنها تو خونه داری عالی و کار درست بود، بلکه از زیبایی ظاهری هم بهره زیادی داشت. روزی زن محمود ظرفا و لباسها رو جمع کرد که بره سر چشمه بشوره. رسید به چشمه و مشغول شستن شد. در همین حین پادشاه و وزرا از اونجا عبور کردند. پادشاه زن محمود رو که دید، همونجا یک دل نه 100 دل عاشق زن شد. پادشاه وقتی به قصر رفت به وزیر گفت: زن محمود نجار رو دیدی؟ عجب زن زیبا و دلفریبی بود. حیف نیست این زن زیبا دست محمود نجار باشه. این باید زن من باشه، تو قصر بمونه، نه تو خرابه مرد نجار. این زن باید مال من بشه. حالا چطوری من نمیدونم وزیر. خودت نقشه‌ای بکش. وزیر کمی فکر کرد و نقشه‌ای کشید. رفت سراغ پیرزن مکار. ماجرا رو براش تعریف کرد و ازش خواست هر جور شده زن و شوهر رو از هم جدا کنه. به پیرزن وعده پاداش بزرگی داد. پیرزن از خدا بی خبر وقتی دید محمود خونه نیست به خونه او رفت. پیرزن با زن محمود گرم صحبت شد. از هر دری حرف زد. بعد اینکه زن رو خوب خام کرد گفت: دختر جان، تو زن خوب و زیبایی هستی. تو باید زن شاه باشی. 100 تا کنیز داشته باشی کاراتو انجام بدن. نه اینکه تو خونه این چوب تراش گمنام صبح تا شب کار کنی، کسی هم قدر تو ندونه. اینقدر از این حرفا به زن گفت و گفت تا اینکه بالاخره اونو فریب داد. پیرزن گفت: اگه از محمود جدا بشی، من فوراً تو رو به عقد شاه در میارم. میشی سوگلی دربار. شاه بدجور عاشقت شده. بختت بلند زن. زن که این حرفا رو شنید، قصر و نوکر و پول وسوسش کرد. دلش نسبت به همسرش تیره شد. شب که محمود نجار به خونه اومد، دید همه چیز در هم ریخته و از قضا هم خبری نیست. فهمید که اتفاق ناگواری افتاده. چند روزی که گذشت، محمود متوجه رفت آمد پیرزن به خونش شد. یه بار که گوش واستاد، همه حرفا رو شنید و فهمید ماجرا از چه قراره. علت دلسردی زنش رو فهمید. محمود با ناراحتی تو مغازه کار میکرد که یکی از رفقای محمود به او گفت: میبینم که چند روزیست ناراحتی و به درستی کار نمی کنی. چیزی شده؟ محمود سفره دلشو باز کرد و ماجرا رو تعریف کرد و گفت: زنم خیال دیگری را در سر دارد. دوستش گفت: امروز تبرت رو با خودت ببر. وقتی به خونه رسیدی آه و ناله کن که وای تبرم شکست، آلت دستم شکست. محمود که به خانه رسید همین کار رو کرد. زنش گفت: ناله کردن نداره، قصه خوردن چرا؟ این که کاری نداره، به بازار برو و تبر نو بخر. محمود گفت: تا من برم تبر دیگه‌ای بخرم و به اون خوب بگیرم، عمرم به سر شده. تازه معلوم نیست تبر نو مثل تبر قدیمی خوب باشه یا نه. زن که این جواب رو شنید متوجه منظور شوهرش شد و از ازدواج با شاه منصرف شد. فردا که محمود به خونه برگشت، دید به به، خونه شده همون خونه با صفای قبلی، تمیز و مرتب، پر از عشق. غذا هم آماده است. پیرزن مکار دوباره به خانه زن آمد تا جواب قطعی رو از زن بگیره. زن محمود پیرزن رو از خونش بیرون کرد و گفت: من همین زندگی ساده ولی پر از آرامشم رو با 100 تا شاه و قصر عوض نمی کنم. پیرزن جواب منفی زن رو به شاه رسوند. شاه عصبی شد و دنبال بهونه‌ای میگشت. مدتی که گذشت، محمود نجار سخت مریض شد. شاه که متوجه شد محمود مریضه و نمیتونه کار کنه،
بهش پیغام داد همین امشب باید برام 3 تا کالسکه درست کنی و صبح تحویل بدی. اگه تا صبح تحویل ندی تو رو میکشم. با شنیدن پیغام شاه محمود نجار فهمید که دیگه کارش تمومه و شاه برای رسیدن به زنش قصد جون اونو کرده. محمود مریض بود و توان کار کردن نداشت. حسابی ناامید شد. زنش گفت قصه نخور، درسته ما شاه نیستیم ولی ما خدایی داریم که قدرتمندتر از شاه و کشورشه. خودش کارو درست میکنه. محمود تو دلش به خوشباوری زن میخندید. زن با آرامش و توکل به خدا خوابید. ولی محمود از نگرانی تا صبح نخوابید. صبح زود مأموران پادشاه به خونه محمود آمدند. محمود با دیدن مأموران رنگ از رخش پرید. مأموران پیغام دادند چه نشسته ای مرد، پاشو که شاه مرده و برای او تابوتی بساز. محمود با شنیدن مرگ شاه فهمید قدرت واقعی دست خداست. تا خدا نخواد و بی اذن او برگی از درخت نمیافته. همونجا شکر خدا را به جا آورد و شروع کرد به ساختن تابوت.